آیا تا حالا با کسانی برخورد کردین که هیچ درخشانی برای آیندهشون نداشته باشن؟ در چنین صورتی اونها نباید منتظر هیچ تغییر درخشانی در آینده خودشون باشن. تغییر آینده با تغییر افکار شروع میشه. وقتی ما فکرمون رو تغییر میدیم، ارتعاشات وجودیمون تغییر میکنه. یعنی چی؟ تمام انسان‌ها در تمام لحظات دارن از خودشون نور ساطع میکنن، فوتون ساطع میکنن. نه فقط انسان‌ها، همه موجودات همینطورن. نکته جالب، وقتی یک انسان رو پشت یک اسکنر بایوفوتونیک قرار میدیم و ازش میخوایم که به موضوعات مثبت یا منفی فکر کنه، بلافاصله طول موج و فرکانس ها و شدت این نورها، رنگ این نورها تغییر میکنه. یعنی یک فکر مثبت یا یک فکر منفی بلافاصله منجر به تغییر ارتعاشات وجودی ما میشه و بر اساس یک قانون فیزیک تحت عنوان interconnectedness یا به هم پیوستگی ذاتی اجزاء هستی، هرگاه ارتعاشات وجودی ما تغییر بکنه به طور بی زمان، یعنی بلافاصله بر روی تمام اجزاء هستی تأثیر میگذارند و منجر به تغییر آینده میشود.